دوستان یه اطلاعات ساده و خلاصه در مورد نظافت نگهداری آب استخر خدمتتون عرض کنم که آب استخر رو به هفته یک بار توسط جاروی مخصوص استخر کف استخر جارو میگیریم به این شکل آبگیری میشه، لجنگیری میشه، هرچی که لر و آب یا هر چیزی که به کف استخر نشسته و توسط اون برسی که تایش هست برداشته میشه، برمیگرده به سمت جارو. بعد اینجا هم تخلیه میشه. راه‌های دیگه برای ضد خونی و چیز دیگه هم هست که اونا ویدیوهای بعدی خدمتتون هست.